أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه ما برنامه هدیه رمضانی است که برای آمدی رمضان یک یا دو حدیث را روانه میکنیم تا که مردم با خبر شوند. حدیث از کعب ابن عجره رضی الله عنه روایت شده است. میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بر من منبر را حاضر کنید. وقتی که حاضر کردیم پیامبر صلی الله علیه و سلم به زینه اولینش وقتی که برآمدند آمین گفتند. وقتی که به زینه دومین برآمدند باز آمین گفتند. وقتی که به زینه سومین برآمدند باز آمین گفتند. وقتی که از این منبر فرود آمدند گفتیم ای رسول خدا شما 3 بار شنیدیم که شما آمین می گفتید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند جبرئیل بر من گفت بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له. از رحمت الله دور باد، زیان و حسرت بر او باد که رمضان را درک کند و او بخشیده نشود. بنابراین هر کسی که ماه رمضان را با این بزرگیش، با این ثواب، با این مغفرت بخششش وقتی که به رمضان داخل می شود و او بخشیده نمی شود، در حقیقت او زیانی بزرگ می باشد. وقتی که جبرئیل علیه السلام دعا کردند بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له گفتند پیامبر آمین گفتند. چه چیزی آسانی بود که در ماه رمضان انسان توبه کند و عملهای صالح را انجام دهد، اما این شخص بی اهمیتی کردگی است. پیامبر دعا کردند که با این مغفرت و بخشش، با این عبادت هایی که کوچک وقتی کرده شود اجرش بیشتر داده می شود در ماه رمضان، این یک شخص بی اهمیتی کرده است. برای من جبرئیل دعا کردند که بعدا از رحمت الله دور باد، یعنی ضرر کرده است چون این شخص. پیامبر دعا آمین گفتند که چون این شخص این ماه رمضان را دریغ فرصت را غنیمت نداشته است. سپس گفتند که وقتی که به زینه دوم برآمدند جبرئیل گفتند که بعدا لمن ذکرت عنده فلم یصلی علیک، یعنی از رحمت الله دور باد، ضرر و خسارت بر او باد که نام تو را میشنود ای محمد صلوات نمیفرستد. صلوات این یک ماهیت بسیار بزرگ دارد. هر کسی که میخواهد که غمهایش دور شود و گناههایش بخشیده شود صلوات را بیشتر فرستد. سپس گفتند که وقتی که جبرئیل چنان گفته دعا کردند که نام تو را گرفته شود به تو صلوات نفرستد، گفتند پیامبر گفتند که آمین، از رحمت الله و ضرر و خسارت بر او باد که صلوات نفرستانده است. آمین گفتند. وقتی که پیامبر گفتند که به زینه سومین برآمدم جبرئیل دعا کردند که گفتند بعدا لمن ادرک ابواه الکبر عنده او احدهما فلم یدخله الجنه قلت آمین. جبرئیل گفتند که هر شخصی که پدری مادرش را در پیران سالیش سالمندیش دریافت کرد و رضاگی آنها را نیافت که بسیار آسان بود به آنها مثلا سخنهای نیک گوید و هم صحبت شود با آنها، کارهای خیر بکند، خدمت آنها را بکند. اگر یکی از آنها را دریافت کرد و به بهشت در آمدن میسر نشد و از رحمت الله دور باد. بنابراین این جوان ها باید شخصایی که پدری مادرشان سالمند هستند باید اهمیت دهند که در جنت برای آنها باز است، یعنی آسان است که وارد شوند. اگر رضاگی آنها را یافتند بهشت در آمدن آنها آسان می شود.
جبرئیل گفتند که وای بر حال همین شخص، از رحمت الله دور بود، همان شخصی که پدری مادرش سالمند است و او به بهشت وارد نشده است و خدمت آنها کرده. این حدیث در مستدرک حاکم است. بنابراین پیامبر آمین گفتند که دعای پیامبر اجابت است. باید ما این سه چیز را ماه رمضان، نام پیامبر و پیروز سالمندی پدر مادر رو غنیمت دانیم. رمضان آمده ایستاده است، ما باید به الله توبه کنیم و عملهای صالح را انجام دهیم.